سلام، خوبین؟ امروز میخوایم با هم نونخامه‌ای درست کنیم و به سبک پونه. ببینیم چجوری میشه. میایم اول آبمون رو، شیر داریم، شیر پرچرب، یه مقدار نمک، شکر و کرم رو میریزیم توی ظرفمون. من یه مقدار از کرم و روغن مایه دارم اضافه میکنم. همه این موادمون رو میذاریم روی حرارت تا موقعی که کرمون که آب شد رو حرارت کم باشه و به جوش که رسید ادامه کار رو بهتون میگم. موادمون رو میذاریم روی حرارت متوسط، صبر میکنیم تا کرمون ذوب بشه. کرمون که آب شد و بقیه موادمون که با هم به جوش اومد، آردمون رو یک باره اضافه میکنیم. شعله گاز رو خاموش میکنیم، موادمون رو با هم خوب مخلوط میکنیم. با لیسک خوب هم میزنیم تا هیچ دونه آردی توی موادمون ترکیب نشده باقی نمونه. کامل همه موادمون باید با هم مخلوط بشه. پس این قسمت خیلی مهمه. از روی حرارت هم برمی‌داریم، لازم نیست روی حرارت باشه. خوب که با هم مخلوط شد موادمون، میذاریم روی حرارت، دوباره شعله گاز رو روشن میکنیم. یه 2 دقیقه 3 دقیقه دیگه روی حرارت متوسط موادمون رو همینطوری هم میزنیم. به محض اینکه از اون حرارت برداشتیم میریزیم داخل کاسه همزنمون، بعد با سریع پدل میزنیم تا خنک بشه، حرارتش تقریبا به 55 درجه اینطوره برسه. بعد که تخم مرغ رو بهش اضافه کنیم. من یه تخم مرغ یه خورده میزنم. به مقدارم وانیل اضافه میکنم. کم کم به مواد ما اضافه میکنیم. تقریبا 2/3 رو اضافه کردم. میذارم کنار که هم بخوره. پیواره های زعفرون رو تمیز میکنه. بقیه تخم مرغ اضافه میکنیم. عسل یا شربت بارم اضافه کنیم برای خوش رنگ‌تر شده. غلظتش به این شکلی به صورت نواری باشه. به نظرم غلظتش عالیه. بافتش هم باید صاف و براق باشه.
خب خمیرمون رو انتقال دادیم داخل کاسه. رو شد قشنگ. تلفن میپیچه که با سطح تماس داشته باشه. میذاریم داخل یخچال. خب موادمون رو ریختیم توی قیفمون. حالا میخوایم ماست رو بزنیم. فرمونم گذاشتیم از قبل گرم شد روی 200 درجه سانتیگراد. یه رو قبل میذاریم فرمون گرم بشه تا اینکه موادمون رو ماست رو بزنیم و اینکه بذاریم داخل فرم. برای فرم دادن خامتون حتما دقت کنین که خامتون نباید یخ زده و منجمد باشه، باید یه خورده آب شده باشه. من با شماره 4 همزانم شروع میکنم فرم دادم. وقتی فرم بگیری صدای همزانتون تغییر میکنه. ببینید یه خورده که فرم گرفت دقت کنید این یخهایی که اینجا هستش. من که این مرحله یه خورده همزانم رو خاموش میکنم، صبر میکنم. این یخها که آب شد دوباره شروع میکنم به فرم دادن. دلیلش چیه؟ که دونه های یخ توی خامم باقی نمونه و بعدا باعث نشه که آب بندازه و خاممون شل بشه. خاممون داره فرم میگیره و صدای همزانمون داره تغییر میکنه. خاممون فرم گرفته. بعد مایه دورگیری میکنه که اگه دور کاسمونم چیزی باقی مونده 1 دقیقه دیگه میذاریم با دور تند فرم بگیره. خب خاممون رو فرم دادیم. حالا میخوام توش رو پر کنیم نونخامه ایمونو. حالا شروع میکنیم نونخامه ایمونو توش رو پر کردن. وقتی پر بشه خودتون سنگینش رو تو دستتون احساس میکنید. ببینید کامل باشه و سنگینه. دونه دونه نونخامه خوشگلمونو بس خامه میکنه. خب نونخامه ایمونو همه رو پر کردیم، حاضر شد. حالا میتونید نوشه جان کنید. من یه دونشم براتون میبرم که ببینید به چه شکل، به همین قشنگی، پر از خام و خوشمزه.